الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت کلیه عزیزان و هموطنان گرامی در اقصا نقاط میهن عزیز اسلامی در خدمت شما هستیم با آخرین اطلاعات بیماری کووید 19 در ایران عزیز. خدمت شما عرض کنم در 24 ساعت گذشته تلاش همکاران ما در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی شناسایی بیش از 511 مورد مبتلای جدید به بیماری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رو در پی داشت و البته همزمان هم از مسیر رهگیری موارد تماس نزدیک با مبتلایان ما بیش از 2005 مورد مبتلای قطعی به این بیماری رو تونستیم در سراسر کشور شناسایی کنیم، لذا 2516 مورد مجموعاً به عنوان موارد ابتلای جدید و قطعی به این بیماری در کشور گزارش خواهد شد. مجموع مبتلایان با در نظر داشتن این آمار و اطلاعات نهایی 151466 مورد در کشور گزارش شده و البته 118848 عزیز هموطن مبتلا به بیماری تا این لحظه از رنج این بیماری رهایی پیدا کردند و 2527 مبتلا به این بیماری همچنان در بخش ICU و مراقبت‌های ویژه در سراسر کشور تحت مراقبت و درمان هستند. 935894 نمونه آزمایشگاهی از این تعداد افراد مشکوک به ابتلا به این بیماری اخذ شده که خدمت شما عرض کردیم 151466 مورد ابتلای قطعی در اونها مشخص شد و متاسفانه از میان عزیزان و مبتلایان به این بیماری که در بخش‌های مراقبت ویژه یا بیمارستان‌ها در هفته‌های اخیر بستری بودند، ما در 24 ساعت گذشته 63 عزیز هموطن رو مجدداً از دست دادیم و امروز که در خدمت شما هستم 7797 مورد تا این لحظه موارد فوت مسجل ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور است. استان خوزستان کماکان در وضعیت قرمز هست و البته استان‌های اصفهان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و بخش‌های از استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم در وضعیت هشدار قرار دارند.